سلام دوستان عزیز، به چینل یوتیوب هزارگی پلاس خوش آمدید. در ویدیوی امروزی ما تلاش میکنیم که 10 وبسایت برتر کاریابی را برای شما از آن معرفی نماییم. در شرایط فعلی و وضعیت بیکاری که در افغانستان حاکم است، اکثریت دوستان دنبال وظایف است، چی وظایف دولتی باشه، چی وظایف در مؤسسات باشه، شرکت‌های خصوصی و سفارت‌ها باشه. اما اکثریت ما چون دسترسی بسیار آسان به فیسبوک داریم، دنبال وظیفه دلخواه خود در صفحات فیسبوک می باشیم. اما متاسفانه در شرایط فعلی اکثریت صفحات فیسبوک وظایف جعلی و غیر واقعی را به نشر می سپارند که امروز ما تلاش میکنیم که 10 وبسایت برتر کاریابی را برای شما از آن معرفی نماییم تا بتانید به راحتی وظایف واقعی و وظایفی که واقعا اعلان شده و نشر شده را به پیدا بتانین و بسیار به راحتی اپلای نمایین و صاحب کسب کار شوین. یکی از وبسایت های بسیار معتبر وبسایت akbar.org است که مربوط مؤسسه اکبر میشه. این وبسایت وظایف بسیار معتبر، وظایف بسیار خوبی را اعلان میکنه. تمام وظایفی که در این وبسایت اعلان میشه واقعیت داره و واقعی است، حقیقت داره. اما وبسایت اکبر که است، یکی از خوبیایش است که شما میتونین کاتگوری بندی کنین، موقعیتش ببینین که در کدام ولایت است این وظایف. و چیزی که بسیار خوب است، شما میتونین در این وبسایت راجستر کنین خود و به محض ای که در وبسایت یک وظیفه جدید اعلان میشه، به طور اتومات وظیفه به ایمیل شما ارسال میشه. این بسیار کار شما را راحت میسازه، آسان میسازه و بدون ای که شما هر روز وبسایت را چک کنین، کافی است که فقط یک بار ایمیل خود چک کنین. خب وبسایت بعدی وبسایت jobs.af است که مربوط کمپانی نتلینکس میشه. یکی از معتبرترین وبسایت های کاریابی در افغانستان است که هر شرکت و ارگانی که بخواد یک وظیفه را از طریق وبسایت jobs.af نشر کنه مجبور است که $15 10 الی $15 به این کمپانی پرداخت کنه تا این کمپانی وظیفه‌ش در وبسایت خود نشر نماید. یعنی تمام وظایفی که در این وبسایت نشر میشه واقعیت داره و حقیقت است. شما میتونین این وبسایت را چک کنین و دنبال وظایف دلخواه خود باشید. و یکی از مزایای دیگر این وبسایت ای است که شما میتونین راجستر کنین و به محض ای که وبسایت یک وظیفه جدید در نشر میکنه، مستقیم به ایمیل شما یک نوتیفیکیشن میآید و شما خبردار میشین که وبسایت jobs.af وظیفه جدید را اعلان کرده است. و در این وبسایت هر وظیفه‌ای که اعلان میشه به صورت کاتگوری بندی شده اعلان میشه و در وقتی که وظیفه اکسپایر دیتش ختم میشه، این وظیفه کی است یا این ویکنسی کی است از وبسایت پاک میشه و شما میتونین اسکالرشیپ و بعضی لیست کمپانی ها رو هم در این وبسایت ببینین. یعنی یک وبسایت بسیار خوب، معتبر و با یک دیزاین بسیار فرندلی و با یک استایل بسیار خوب برای شما عزیزان دیزاین شده و در دسترس شما عزیزان قرار داره. خب وبسایت بعدی میریم به وبسایت jobistan.af. یکی از وبسایت های بسیار خوبی که در افغانستان فعالیت میکنه وبسایت jobistan.af است که با یک دیزاین بسیار خوب و وظایف را بسیار منظم کاتگوری بندی میکنه، منظم اعلان میکنه. اما متاسفانه این وبسایت دفتر مشخص و مستقل نداره. یکی در کدام ولایات افغانستان این فعالیت خود پیش میبره دقیق معلومات نداریم. اما یکی از وبسایت های بسیار خوبی کاریابی در افغانستان است. تمام وظایف این وبسایتی که اعلان میشه ما چک کردیم، تمامشان اپدیت است. یعنی وظایف دروغ و غیر واقعی و وظایف جعلی را نشر نمیکنه. اما یک مشکلی داره که وظایفی که اکسپایر دیتش تمام میشه، یعنی تاریخ ختمش تمام میشه، از این وبسایت پاک نمیشه. همین قسم در لیست میمونه که برای بعضی هموطنان عزیز ما یک مشکل ایجاد میکنه تا
تشخیص بدن که کدام وبسایت یا کدام وظیفه وقتش تمام شده، کدام وظیفه وقتش تمام نشده و هنوز ما میتونیم در این وظیفه اپلای نماییم. وظیفه بعدی، وبسایت بعدی وبسایت wazifagroup.com است. wazifagroup.com که است فعالیتش بسیار زیاد در فیسبوک می باشه. یکی از وبسایت های خوب با دیزاین عالی و کاتگوری بسیار خوب فعالیت میکنه در افغانستان در بخش اعلان وظایف و کاریابی، که این وبسایت وظایف دولتی، غیر دولتی، مؤسسات، NGO ها، یعنی تمام وظایفی که در افغانستان و مربوط افغانستان میشه این وبسایت نشر میکنه و ای که از هر اعلان خود چند دلار میگیره دقیق معلومات کافی نداریم. شما میتونین در این وبسایت هم ثبت نام کنین و به محض ای که یک وظیفه جدید در وبسایت اعلان میشه مستقیم با امی وظیفه با تمام مشخصات با تمام جزئیات به طور اتومات در ایمیل شما ارسال میشه. یکی از خوبیایی است که بسیار برای شما کمک میکنه که بتونین وظایف اپدیتر به راحتی پیدا کنین. وبسایت بعدی وبسایت AZM است. azm.af یکی از وبسایت های خوب و معتبری که در افغانستان فعالیت میکنه، اما یک مشکل این وبسایتی است که تمام وظایفی که از روز اول تا امروز نشر کرده تمامشان لیستش در این وبسایت موجود است و برای هموطنان عزیز ما مشکل ایجاد میکنه تا تشخیص بدن که کدام وظیفه اپدیت است و کدام وظیفه اکسپایر شده وقتش. اما بازم شما میتونین این وبسایت را هر روز چک کنین و وظیفه دلخواه خود را پیدا کنین، اما برای شما از آن اطمینان میتیم که تمام وظایفشان اپدیت است و واقعی می باشه و جعلی نیست. خب وبسایت afghanjobs.org afghanjobs.org شما میبینید که 649 وظیفه به حال فعلا موجود است در این وبسایت که یکی از وبسایت های بسیار خوبی کاریابی است که در افغانستان فعالیت میکنه، با یک دیزاین خوب، با یک استایل خوب دیزاین شده برای شما هموطنان عزیز. و یکی از خوبی‌های این وبسایت است که موقعیت وظیفه را بسیار واضح نوشته کرده تا شما بسیار به آسانی وظیفه دلخواه خود پیدا کنین و سرگردان نشوین. وظیفه‌ای که در کابل است، هموطنان عزیز ما که در کابل است میتونه بسیار به راحتی اپلای کنه و کسی که در کندهار است، کندهاریا میتونه بسیار به آسانی اپلای کنه. یعنی بسیار یک سهولت و راحتی را برای هموطنان عزیز ایجاد کرده. وبسایت بعدی وبسایت wazifaha.org است. wazifaha.org یکی از بهترین وبسایت های کاریابی در افغانستان است که تمام وظایفشان اپدیت است و هیچ وظیفه که وقتش تمام شده باشه یا جعلی باشه در این وبسایت شما پیدا نمیتونین. با یک کاتگوری بندی بسیار منظم، با یک دیزاین بسیار منظم و حتی شما میتونین ببینین که این وظیفه چند ساعت قبل اعلان شده و یعنی چند ساعت قبل در این وبسایت نشر شده. بسیار منظم برای هموطنان عزیز دیزاین شده این وبسایت و در دسترس شما عزیزان قرار دارد. شما میتونین وبسایت wazifaha.org را چک نمایید روزانه و بهترین وظیفه ها را از این وبسایت پیدا کنید. شما میبینید 268 وظیفه فعال یا به هر حال در این وبسایت موجود است. یکی از وبسایت های بعدی ما وبسایت easyjobs.com است. easyjobs.com از نامش پیداست که یک وبسایت بسیار خوب با دیزاین بسیار عالی در دسترس شما از آن قرار داره که شما میتونین روزانه این وبسایت را چک کنین و یکی از خوبی‌های این وبسایتی است که شما این وظیفه را میتونین همراه دوستان خود شریک بسازید و یا خودتان در این وبسایت ثبت نام نمایید و به محضی که یک وظیفه جدید اعلان میشه مستقیم و به طور اتومات یک ایمیل برای شما ارسال میشه و شما را از اعلان یک وظیفه جدید در این وبسایت اطلاع میده. خب دوستان از شما همونطوری که میبینین یک
وبسایت با یک مزایای بسیار خوب، با یک کاتگوری بندی بسیار خوب دیزاین شده. وبسایت بعدی خواستیم وبسایت UN Jobs برای شما از آن معرفی کنیم. UN Jobs اگر شما در تلاش ای هستین که وظایف را پیدا کنین که در مؤسسات خارجی و ادارات خارجی اعلان میشه را اگر پیدا کنین، شما مجبور هستین که هر روز وبسایت UN Jobs را چک کنین. وبسایت UN Jobs تمام وظایف ادارات خارجی را نشر میکنه. یعنی اگر شما دنبال وظایف دولتی هستین یا شرکت های خصوصی هستین، این وبسایت یک قسم یک وظایف را اعلان نمیکنه، نشر نمیکنه. تمام وظایفی که در این وبسایت نشر میشه مربوط ادارات خارجی میباشه. خب هموطنان عزیزی که تا این لحظه همراه ما یک جا بودین، جهان سپاس از تک تک شما عزیزان. باز هم تلاش میکنیم که بهترین وبسایت ها را در دسترس شما قرار بدیم. دومین تمام از این وبسایت هایی که برای شما معرفی کردیم در قسمت دیسکریپشن لیستش موجود است. شما میتونین وبسایت ها را خودتان چک کنین و وظیفه دلخواه خود پیدا کنین. بازم هموطنان عزیز اگر علاقمند این قسم یک ویدیو ها هستین، لطفاً چینل یوتیوب هزارگی پلاس سابسکرایب کنید، ویدیوی ما را لایک کنید. اگر دنبال کلیپ های آموزشی بیشتر هستین، لطفاً در قسمت کامنت برای ما شریک بسازید که ما ویدیوی دلخواه شما را آماده کنیم و در دسترس شما عزیزان قرار دهیم. تشکر.